نرم افزار ترموکس رو بر روی گوشی اندرویدی خودم دانلود و نصب میکنم. از طریق دستور و لینکی که برای شما قرار دادم اقدام به دانلود ابزار آیجی هک که برای هک پیج‌های اینستاگرامی مورد استفاده قرار میگیره رو استفاده میکنم. با استفاده از دستور cd آیجی هک وارد دایرکتوری ابزار میشم و دستور ls رو برای مشاهده لیست فایل ها وارد میکنم. دستور بش ستاپ رو میزنم تا ابزار برام نصب بشه. منتظر میمونم تا نصبش به پایان برسه. بعد از نصب ابزار خودش به صورت اتوماتیک اجرا میشه. شماره 2 رو وارد میکنم برای اجرای منوال اتک. یوزرنیم پیج اینستاگرامی که میخوام بهش اتک وارد کنم رو وارد میکنم و در اینجا آدرس پسورد لیست خودم رو بهش میدم. بر روی اینتر کلیک میکنم و همونطور که مشاهده میکنید الان تونستم یک حمله بروت فورس رو بر روی یک پیج اینستاگرامی اجرا کنم و اگر پسوردش پیدا شد به من نمایش داده میشه.